من نسرین هستم. امروز دوشنبه و مثل هر هفته میخوایم با هم انرژی یک سنگ رو لمس کنیم و معنیش رو بشناسیم. ظاهر و شکل فلوریت معمولاً به شکل کریستال‌های مکعبی یا منشوری دیده میشه. رنگ‌هاش متنوعه: سبز، بنفش، آبی، زرد، بیرنگ یا ترکیبی از چند رنگ در یک سنگ. به خاطر همین تنوع بهش لقب سنگ رنگین کمان داده شده. بعضی نمونه‌ها در نور خاص حالت فلورسانس دارن و می‌درخشن. خواص انرژی فلوریت: تمرکز ذهنی، کمک میکنه افکار پراکنده جمع بشن و ذهن شفافتر بشه. پاکسازی انرژی، محیط و ذهن رو از انرژی‌های منفی پاک میکنه. تعادل روحی، باعث آرامش و هماهنگی بین ذهن و احساسات میشه. یادگیری و شهود، برای دانش آموزان، هنرمندان یا کسانی که نیاز به وضوح فکری دارن خیلی مفیده. کاربرد در مدیتیشن: گرفتن فلوریت در دست هنگام مراقبه برای تمرکز بیشتر. قرار دادن روی میز یا کنار شمع برای پاکسازی انرژی محیط. تجسم نور سبز یا بنفش فلوریت در بدن برای آرامش و تعادل. استفاده در کنار سنگ‌های دیگه مثل کوارتز شفاف برای تقویت اثر. اگه تا اینجا همراه بودید و محتوا براتون مفید بوده، با یک لایک و سابسکرایب به خانواده نسرین و رنگ پنهان بپیوندید. نظراتتون رو کامنت بذارید.